بیا تقی نه باید شما برامد چی گفتنم دلشاد مزیرف علاقه هممون میشناسیم. ما خودم زیاده 5-6 برنامه‌اش کردیم. انشالله 28 پیش بگیریم. نمی‌دونم چی می‌خری جایو که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، برادرای قدردان، روز احمد بخیر شدی باشه. دعا میکنم که هم وقت خنده در لبانتون هویدا باشه، زندگی خوب و خوش داشته باشید. ما چی گفتنم دلشاد مزیرف علاقه هممون میشناسیم. ما خودم زیاده 5-6 برنامه‌اش کردیم. خیلی با بایوش دیدین چندین تا بایو داره که بغیر از اینترنتش که بیسا با اینترنت اون ببینین که میلیون پراسماتر داره بایوش. این مردک بوکسیوره. این مردک بگیم که خونش برای همه هر یک آدم کسب شد دوست بداره رنگم دلشاد مزیرف میشه. ببینین که مقصد سن سالش هم با یک جای رفته، نیمی عمر آدم زیاد رفته، میخواد که بوی داشته باشه، بوکس داشته باشه، میخواد که پرچم تاجیکستان رو بالا برداره. ایران هر کس هم خیلی خون در دل آدم نمیجوشه درباره کسب و کار. این مرد کسب دوست میداره، میبینه که خونش میجوشه، خودش میگه که من میکنم بیا گفته خودش تلاش میکنه که به روزا رو میرسه. ما هم برنامه‌اش کردیم دیگه درک نداشتیم. راستی گپ یک زنگ شد که خیلی ای بچه‌ها چطور نمیریم. ما گفتم ما درک ندارم. خیلی همودم میریم نمیریم شد. من راستی گپ خدمت کس کردم برای چی که اینا ببینین که رفتن رسیدن زیاده از 10 ساعت در ایرپورت موندن. مقصد که رفتن بیچاره عذاب کشیدن. خودش دلشاد مزیرف ما علاقه کرد که اینا میجد قطینم کودکا قطینم مادرکا قطینمی با ویدیو قطی نشونم داد کودکا قطی بازی کرده در ایرپورت 6 تا میگه اینا قریب 10 ساعت میشه گشنگیرم مردیم همجد ایستادیم. خیرات همجد از زنکو بودیم میگه برای کودکاشو نام پام گرفتیم میگه نونو امیر کم خوردیم نونو کودکا رو. خیلی که ما مقصد ما رو میبره ندونیم نفهمیم، ما هیچی گفتن نمیتونیم مثلا برای چی کارو میکنی. سیاست ما هم نمیفهمم دیگه و دیگه او سیاست کسانی که میفهمن همو ما این مسئله چی گفتن نیستیم. و دوم برای چی نرفتم که وجود میرم وای بریتگاو وای که ما اگر خدی بالای قومقت میرم او زکانای خچونه دارن. مقصد گفتم که ما کی دعوتی نباشیم، ما کی چیپت نداشته باشیم، ما وجود عذاب میکشیم. دارم خیلی با گردن نگرفتیم رفتن. خیلی خدای بزرگ دست بالا بگردن برادر ما. اینا ما با کم بناورو که بچه‌ها گرفتن شالکای دوستای ما گرفتن، دوست رفیقا گرفتن، کم بناور گرفتن. ما دروی کیسن که فلان خیلی شید فلان گپ شید فلان جا رسیدیم. گفتم ما در علاقه کردیم. خب چیزی میشه نمیشه داغو باشین. خداوند دلشاد مزیر فقط دوستی ما برادر ما دست بالا بگرده و خداوند روش سرخ بگردونه که جوف مونسنم او هم آدمی باید نیست. خطی فیودر میلان که زدگه خطی دیگه و دمو زدگه او چمپیونی دنیاوی های مرد در دنیا چمپیون های و نو در اوفا دینی میبینی اسلام قبول کرد، مسلمان شید. جوف مونسن مسلمان های برادرو مسلمان برادر خدمون های مبارد دور نمیگیرم وقتی که هر بنده مومن الحمدلله مسلمان میگه و ما برادر بجان دیر قریب میدونیم. خداوند بزرگ دلشاد مزیر فروش سرخ بگردونه. اینا که در انتظاری اکای دلشاد مزیرف بیا تقی نه باید شما برامد زنده باشه. ما شلوکی ایرپورت گی برامدیم اکای دلشاد گرفتیم اومدیم رفته استیم. انشالله همه 100% داغو باشه. اکای دلشاد اگه چی بود. Salam aleyküm. İnşallah 28'de piş bəkirəm. Tuzla qədəyim tuzma ülkələm. Aga məcburum tuzlayım. Aram doğu kenar. انشالله. با چیز شید من بناور میگیریم پیشکشی شما دوستان میگردم. خداوند یار مددگاری اما ما و شما.